سلام و عرض ادب و به کانالمون خوش برگشتین. با عنوان یه دانشجو در خارج یا فرد مهاجر چه کارهایی میشه انجام داد که هم درآمد خوبی داشته باشه، هم آینده داشته باشه؟ یعنی اگه خواستین همون کار رو به عنوان حرفه پیش بگیرین و همین که از سطح درآمد متوسط به بالا برخوردار باشه، یورو خوب در بیارین و زحمت کمتری هم نسبت به کارهای رایج داشته باشه و مهمتر از همه چه کارهایی بکنیم که پول سیاه نباشه و تو فرایند اقامت و تابعیت شما مشکل ساز نشه براتون. پولی باشه که درست به دست میاد طبق قوانین اتحادیه اروپا و دردسری هم براتون نداشته باشه. امروز کارهای مهاجرا و دانشجوها در خارج رو بررسی میکنیم و بهتون کارهایی رو معرفی میکنیم با خصوصیاتی که خدمتتون عرض شد. شما هم تجربیات خودتون رو کامنت کنین تا همه بتونن استفاده کنن. بریم سر وقت ویدیو. اول از همه یه نکته رو خدمتتون بگم. البته کسایی که همین الان تو خارج کشور سکونت دارن میدونن که اونجا مثل ایران نیست و مسائل مالیاتی شفافه و همه چی رو در نهایت اونا متوجه میشن. شما نمیتونید یه سری کارا رو بکنید فکر کنید کسی نمیفهمه و برای شما مشکل پیش خواهد اومد. لذا سمت این کارهایی که میگن آقا بیا پول حواله کن برای ایرانیا، یورو بگیر، نمیدونم ریال بگیر، اینجا اونور تو ایران تو خارج پول بده دستشون، این کارا سمتشون نرین. اینا برای آیندهتون منطقی نیست. پولی هم دستتون رو نمیگیره تو درصدا، اصل پول اون صراف برمی‌داره. و هر کاری هم که میکنین با بانکتون مشورت کنین و استرن جوری باشه که بتونین اظهار کنین تو کارهای مالیاتیتون اون شغل و اون درآمد رو. دیگه از امکانات اون کشور که دارین استفاده میکنین، مالیاتش هم پرداخت کنین اگه درآمدی دارین. دیگه فرار مالیاتی انجام ندین. پس فردا تو فرآیند گرفتن تابعیتتون دچار مشکل میشین، تو تمدید اقامتتون دچار مشکل میشین. پیشنهاد اول بیشتر برای دانشجوها مفیده که هم براشون تجربه از هم درآمد. داریم راجع به بیزنس تور گاید صحبت میکنیم. ببینین شما زبون کشور رو بلدین، آدرسای مکانای بیزنسی و دیدنی و هتل‌های خوب رو هم میدونین. کافیه یه مقدار دایره اطلاعاتتون رو راجع به شرکت‌های صنعتی اون کشور و مناطقی که اون بیزنس‌ها هستن گسترده کنین تا بتونین کسایی که دنبال بیزنسن و از ایران میخوان بیان رو راهنمایی کنین و همراهشون باشین تو اون سفر. چشم و گوش اونا باشین. روش انجام کار اینطوریه که شما با طرف هماهنگ میکنین، میپرسین برای چه بیزنسی میاد، قرار ملاقات ها رو براش ست میکنین با توجه به درخواستی که داره. اون بنده خدا میاد فرودگاه، میرین دنبالش، میبینینش، با هم میرین سر قرارا شرکت میکنین، براش ترجمه میکنین، اگر سندی چیزی داره توضیحاتو بهش میدین و در نهایت میبرینش هتلش و چند جای تفریحی و اون آدم برمیگرده. من خودم کلی دوست آشنا دارم که سفر خارجی بیزنسی میرن که شما شهرتون رو به من پیام بدین و با صحبتایی که با هم میکنین من بفهمم شما آدم جدی هستین تو کار و لول این کارو دارین، میتونم بهتون معرفی کنم. ولی راه ساده ترش هم اینه که خودتون تو تلگرام و اینستاگرام تبلیغات کارتون رو بزنین و کارتون رو معرفی کنید و بهتر از اون اینه که با یکی دو تا آژانس و تور هواپیمایی صحبت کنین، بگین آقا کسی که بیزنس کاری داره یه پولی ازش میگیرن، پول شما رو هم بهتون میدن. درآمد این کارم روزی 300 تا 500 یوروه با توجه به تعداد روزایی که طرف برای سفر میاد پیش شما و همه هزینه‌های رفت و آمد، غذا، هتل، اسکان تو شهرهای دیگه هم با فرد مسافر هست. اما دوستان یه نکته رو دقت کنید. یه موی باریکی بین کارهای سطح پایین و بی لول با یه کار خوب هست تو این بیزنس ها. اگه شأن و شخصیت رو تو کار رعایت نکنین تبدیل میشین به اسکورت و پادو طرف. حتما توجه کنین که وارد صمیمیت الکی با افراد نشین. شوخی‌های غیر کاری معنی نداره، انجام ندین. معمولا افراد تو سفر بعد از کار دنبال خوشگذرونی هستن. تو تفریح و اینا برین ولی با کلاس برخورد کنین. هزینه نتراشین، کم بخورین. اگر تعارفتون کردن تا میتونین رد کنین. از مست شدن و اینا امتناع کنین. نشینین به خوشگذرونی خودتون. شما روز کاریتونه. اون بنده خدا روزش به پایان رسیده دنبال تفریح، ولی شما تا وقتی این آدم باهاتونه روز کاریتونه براتون. و در نهایت هم ممکنه درخواست کنن آقا بریم قسمت‌های رد لایت. حالا برای اونایی که نمیدونن رد لایت اون قسمت‌هایی از شهرها تو اروپا است که در واقع کارمندا و کارگرای جنسی هستن و در ازای یه مبلغی خب به هر حال شما میتونین برون اونجا. اصلا نرین سمت این کار و اونجا فقط لوکیشن رو گوشی طرف ست کنین، بگین آقا اینم کب، اینم تاکسی، خودت میخوای برو برگرد، فردا صبح فلان جا همو میبینیم. این کارا واردش نشید. شما به حرفتون این نیست، برای بیزنس اومدید با طرف کار کنید. از لطف و تعارفای ایرانی بپرهیزین که چمدون طرفو بگیرین، حمل کنین، درو براش باز کنین. اینا لطف نیست، خودتون رو کوچیک میکنین. و حتما هم درس کد رو رعایت بفرمایین. یعنی لباسی که میپوشین یه چیزی باشه که تو اداره و دفتر برای قرارهایی که میرین
مناسب باشه، نه خیلی لختی باشه، نه خیلی دم دستی و تیشرت تور باشه. خلاصه شأن رو رعایت کنین. خودتون متوجه میشین با توجه به کشورتون کسایی که بیزنس کارن چطوری لباس میپوشن. روی هم رفته کار خیلی خوبی است و برای شما درآمدهای آتی داره. مثلا فرد اومده قرارشو گذاشته، حالا میخواد سفارش بذاره، یه نفر رو میخواد که کارا رو براش انجام بده و پیگیری کنه. خب اولین گزینه شما این دیگه، دوباره میاد سراغ شما. اینطوری با 4-5 نفر اگر کار کنید دیگه به پول احتیاج اصلا نخواهید داشت، به کارهای همین 4-5 نفر نخواهید رسید، چه برسه بخواید آدم جدید پیدا کنید. مورد دوم، برای افراد دانشجو مناسب نیست، برای مهاجرا خوبه. شما یه فروشگاه میزنین مثل بقالیای خودمون، تو ایتالیا بهش میگن الیمنتاری یا تو کشورهای انگلیسی زبان بهش میگن ایندیان مارکت. مغازهای هندی مثلا یه همچین ترجمه‌ای. همون سوپرمارکت‌های خودمونن که فرد ادویه و تولیدات کشور خودش مثل رب و لواشک و نمیدونم سبزی قرمه سبزی و اینجور چیزایی که مختص هر کشور لزوما فروش کلی تو سوپرمارکت‌ها نداره میارن میفروشن. حالا مغازه زدن که یه اسلوب و اصولی داره و یه سری قواعد بوروکراسی که میرید در میارید خودتون تو کشورتون باید چیکار کنید. ولی برای تامین جنسش یک نفر از اقوام تو ایران کالاهایی که فکر میکنید اونجا بیشتر فروش میره رو براتون بگید بخره، از اینجا پالتی بفرسته. اصطلاحش پالتی، حالا سرچ کنید شرکت‌های حمل و نقل میاد دستتون. درآمد خیلی خوبی داره. قیمت جنس رو هر چی بخرید 2 تا 3 برابر میتونید تو خارج بفروشید. شرکت ارسال کنندش هم اگر پیدا نکردید به من پیام بدید بهتون معرفی میکنم. پیشنهاد بعدی این هست که شما فروش آنلاین داشته باشین. این کار سرمایه نمیخواد و دردسر چندانی هم نداره. فقط کافیه کارت اعتباری داشته باشین. برای هر دو قشر مهاجر و دانشجو هم مناسبه. یه سری لباس، لوازم الکترونیکی، لوازم آرایشی و این مسائل هستن که شما میتونین خرید کنین برای ایرانی‌ها و براشون بفرستین. معمولا خود جنسو که از تو سایت میرن انتخاب میکنن، فقط شما براشون لینک و اینا معمولا تو تبلیغاتون باید بفرستید دیگه. پولشو به شما میدن و براشون خرید میذارید. هزینه‌های حمل هم براشون حساب میکنین، بهشون میگین با خودشونه پرداخت میکنن. یه کارمزدی هم به شما میدن، حالا مثلا رو هر خریدی 10 یورو 20 یورو 30 یورو. سود این کار تو صرافیشه، یعنی نرخ پول کشور شما تو ایران هرچی هست یه مبلغی میکشین روش. مثلا میگم کسایی که تو ترکیه کار میکنن اگر لیر دونه 1800 تو ایران میفروشن لیر رو 2300 به علاوه اون کارمزدی که خودشون روش میکشن درصد خوبی براشون داره. از تو اروپا این کار هنوز خیلی باب نیست، چون شرکت‌های هم باید کانتینری بیارن، با پست هوایی پولش منطقی در نمیاد. یهو میبینین 2-3 برابر پول جنس باید پول باربری هوایی بدید. لذا شرکت زمینی خیلی‌ها نمیشناسن و این باعث میشه که از اروپا این کار راه نیفته. شرکت‌های حمل همشون این کار رو انجام میدن تا ترکیه، از ترکیه هم بدین دست شرکت حملای ترکی، چون مشتری اگه براش ارزون‌تر تموشه خیلی فرقی نداره 10 روزه بیاد یا 25-30 روزه. باراتون رو تماما زمینی بفرستید تا براتون ارزون‌تر در بیاد. اگر هم کمکی خواستید به من پیام بدید، راهنماییتون می‌کنم بیشتر برای ارسالش بعد چه کاری انجام بدید. فرآیند خریدم که فرآیند خرید اینترنتی تو کشور خودتون شما بلدید دیگه. پیشنهاد بعدی ما این هست که شما مسئول تامین شرکت‌های ایرانی تو خارج بشید. یعنی به شما پیام میدن، میگن آقا من مثلا استیل میخوام از شرکت آکررومیتال با این مشخصات و مقدار، براش قیمت میگیرین و کارهای خریدش رو براش انجام میدین و با توجه به کشوری که توش هستین از 0.5 تا 3.5% فاکتور حق و زحمه شما میشه. عددا خیلی بالاست تو این کار، مثل کارهای قبلی که گفتم نیست، به شدت براتون سودآور این کار. تو کشور ترکیه مثلا همون 0.5 تا 1%، تو اروپا از 2.5 تا 3% این پورسانتا رو میگیرن. کار راحتی هم از دوستان. اطلاعات رو از خریدار میگیرین تو قالب یه نامه رسمی که خب اگر بلد نیستین بنویسین، من لینکش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم، میفرستین به شرکت، پاسخ اونا رو دریافت میکنین و مسائلی که مطرح کردن رو دوباره با خریدار بحث میکنین و به یه نتیجه میرسید. وقتی درست شد قیمت و تاریخ تحویل رو میگیرین و میدین به خریدار به همراه قیمت هم که همه اینا نامه‌نگاری ساده هست. اگر خرید خواست بذاره یه اوکی به فروشنده میدین، پول از صراف خریدارتون میگیرین به حساب فروشنده انتقال میدین و نهایتا هم برای امضا گرفتن قرارداد و یا گرفتن فاکتور یه سر تا کارخونه میرین. به همین سادگی کار. نیازی نیست هم شما اطلاعات جامع و کامل راجع به زمینه کاری و اون جنسی که این بنده خدا میخواد داشته باشین. یه سرچ ساده بزنین، اطلاعات اولیه رو به دست بیارید و کم کم تجربه بهتون کمک میکنه و یاد میده. نه ریسکی داره براتون، نه سرمایه میخواد، اما دقت و هوش شما تو برقراری ارتباط و حساب کتاب رو لازم داره. که دانشجوهای خارج ایران اکثرا بچهای نخبه و با استعدادی بودن که رفتن دیگه، حتما میتونین این کارو انجام بدید.
خب این ویدیو اول تو این مورد بود، باز هم داریم از این ویدیوها. امیدوارم مطالب مفید بوده باشه و فکر میکنم تا همینجا هم کافی باشه. تو ویدیوهای بعدی بیشتر این مسائل رو باز میکنیم و کارهایی که ایرانی‌ها میتونن انجام بدن رو معرفی میکنیم. حتما برای من کامنت کنید اگر سوالی دارید. اینا فقط در باب آشنایی من خدمتتون گفتم. روش‌های کار، مدل حمل و نقل، جاهایی که ممکنه شما دچار ضرر بشید تو این کار و باید بهش دقت کنید رو پیام بذارید، من بهتون میگم سوالا رو بپرسید. اگر مطالب مورد استفاده بود سابسکرایب بفرمایید و به دوستان معرفی کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.